اونا حتی توانایی راه رفتن هم دیگه ندارن. با میله آهنی نزنیدشون، شوکر به بیضه هاشون نزنید، بهشون غذا بدید. بیش از 7 ماه اینطوری نگهشون داشتید. ایمان جرم نیست. مردم، سکوت ما در برابر این افراد مسالمت آمیز فقط باعث میشه که اینا به بازداشت خودسرانه خودشون ادامه بدن. بیایید به اینفلوئنسرهای حقوق بشری اطلاع بدیم و به ایمیل دادگاه ظالم مصر پیام بدیم که اعضای دین صلح و نور احمدی 15 نفر رو آزادشون کنن و راه نجات نه تنها این 15 عزیز بلکه نجات تمام مردم. اتحاده امثال این 15 عزیز رو وقتی نجاتشون بدیم در نهایت این خودمون هستیم که نجات پیدا میکنیم. تنها امیدمون برای آینده بهتر فقط همین ذهنیته. بیایید این انقلاب ذهنی رو با هم شروعش کنیم.